شما هم از اون دسته آدمایی هستید که تا اسم اسید میاد یه همچین تصویری به ذهنتون میاد؟ بندازش دور. چالش 7 روز با 7 اسید مهم و ضروری برای پوستمون. معجزه قرن، هیالورونیک اسید. یک پلیساکارید با ساختار بسیار منحصر به فرد که قادر 1000 برابر وزن مولکولی خودش آب تو خودش ذخیره کنه و اونو به پوستمون هدیه بده و با این جذب آب ما میتونیم پوستی عاری از چین چروک با کشسانی بالا و بسیار جوان و شاداب داشته باشیم. این ماده لغزنده به صورت طبیعی در بدن به خصوص در پوست، در چشم و در بافت‌های همبند مانند کلاژن، الاستین، بافت‌های چربی، فیبروبلاست‌ها، ماکروفاژها و حتی عروق خونی یافت میشن و متاسفانه تولید این اسید حیاتی در بدن از سن 28 سالگی کاهش پیدا میکنه و خوشبختانه جذب اون از طریق سرم‌ها، کرم‌ها و یا حتی خوراکی، چه از طریق تغذیه، غذا و چه از طریق قرص‌ها یا پودرهایی که در داروخانه‌ها یافت میشن بسیار سریع و آسونه. از معجزه این اسید حیاتی در بدن همینقدر کافیه که تقریبا پایه و اساس همه عوارضهای پوستی دهیدراتگی یا نبود هیالورونیک اسید در پوسته. حالا اگر میخوای بدونی که چجوری میتونی از این اسید حیاتی چه به صورت خوراکی و چه غیر خوراکی بهترین نتیجه رو بگیری، کپشن رو بخون. به پوستت عشق بده.